أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ما درس میراث می باشد. سبب های مانعی ارث بردن، میراث بردن گفته گذاشته بودیم. اولش این که برده رقه باشد، کنیزک باشد یا که برده باشد، او نمیتواند میراث برد از خویشاوندانش. دومین این است که القتل، هر کسی که پدرش رو به قتل میرساند یا پدر پسرش رو به قتل میرساند میراث نمیبرد گفته بودیم. سومین چیزی که از میراث محروم میشود این اختلاف دین می باشد. مثلا یک شخص پدرش مسلمان است اما خودش نصرانی است. پدرش از این دنیا رود، او از میراث پدرش محروم می باشد. فرزندایی که مسلمان هستند آنها میراث پدرشون رو میگیرند. این نصرانی میراث نمیبرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم، این حدیث در بخاری است، گفتند که لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. مسلمان از کافر میراث نمیبرد. دو برادر هستند که پدری مادر، اما یک نفرشان یهودی است، دیگر نفرشان مسلمان هستند. وقتی که این مسلمان از این دنیا رفت، یهودی از او مالش رو گرفته نمیتواند. مال این به خویشاوندانی که مسلمان هستند به آنها میرسد، یا که اگر کسی نداشته باشد این مالش به بیت المال مسلمانان برمیگردد. برای این چنین یهودی نصرانی نیز بینشان دینشان دیگر است، از دیگر میراث نمیبرند. برای این پیامبر گفتن لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر مسلم. این چنین کافر از مسلمان میراث نمیبرد، مسلمان از کافر میراث نمیبرد. مثلا یک شخص پدرش ثروتمند است اما کافر است، خودش مسلمان است. وقتی که کافر از این دنیا رفت، پدرش اگر چند یک ثروتمند است، او از میراث پدرش محروم است. اختلاف دین میگوید. و این چنین منافقی که نفاقش آشکار باشد، فرزند او از پدرش میراث نمیبرد. مثلا در حقیقت او اسلام رو بد میبیند، به مردم آشکار کرده است، پیامبر رو دشنام داده است و اسلام رو بد میبیند و آشکار شده است. نفاقش اگر آشکار نباشد، معامله خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه با منافقان معامله مسلمانی کردند، همچنان معامله مسلمانی میراث میبرد. اما نفاقش آشکار گشت، در این وقت از پسرش از چنین منافق میراث نمیبرد. اگر منافق فرزندش منافق باشد نیز از میراث پدر محروم میباشد. مثالی آوردن که خیلی که گفتیم یک شخص از این دنیا رفت، مادرش هست و پسرش هست و پدری کافرش هست. پدری کافر هست. در این وقت مالی این شخص، یک شخص از این دنیا رفت، گفتیم مادرش هست، پسرش هست و پدری کافرش هست. در این وقت مادر 6 مال رو میگیرد و پسر 5 حصی باقی مانده رو میگیرد. پدر محروم میشود. پدرش کافر است، پدرش از مال فرزندش محروم است چون که کافر است. میراث دینش بیدین است، چون یهودی باشد، نصرانی باشد، از فرزندش نصیب نمیگیرد. اما مادرش مسلمان باشد، 6 مالش را میگیرد، باقی مانده پسرش میگیرد. 5 مال 6 به تقسیم میشود. 5 یک حصهش را پسر میگیرد، یک حصه 6 یک حصهش را مادر میگیرد. این است درباره میراث اختلافی.
درباره لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.